روش بسته‌بندی کالاهای تیز و برنده. یکی از مهمترین نکته‌ها برای بسته‌بندی چنین کالاهایی پوشاندن نوک تیز این کالاهاست. شما میتونید از کارتون، چند لایه حباب ضربه‌گیر و یا پوششی سخت برای این منظور استفاده کنید. در نهایت با چند تست ساده مثل ضربه زدن از مقاومت بسته‌بندی مطمئن بشید. بعد از پوشاندن قسمت نوک تیز، تمام حجم کالا رو با حباب ضربه‌گیر بسته‌بندی کنید تا مقاومت کالا بیشتر بشه. در نهایت هم بارکد کالا رو طوری میچسبونید که کاملا واضح و خانه باشه. نکته‌ای که باید بهش توجه کنید این هست که قسمت‌های متحرک برنده کالاهایی مثل کاتر باید حتما ثابت باشن. شما میتونید این کار رو با وسیله چسب انجام بدید. برای جلوگیری از حوادث احتمالی برای کالاهای تیزی که خودشون بسته‌بندی دارن، یک لایه پوشش حباب ضربه‌گیر لحاظ بشه.